السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم دوستان عزیز، من طعامی سنتروم خالد است برای اوقات شبانه. ماشاءالله اشتهاک شمش من ماشاءالله خوش لغمون سپاگتی لغمون ماشاءالله میشه گوشت خیلی گوشت کشکدام ماشاءالله میشه من گوشت گوشت که گوشت بیرون کرده ماشاءالله شوربا ماشاءالله مستوا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. حاج محترم شما نظمی؟ خیرت اید. من الحمدلله ایشب توافق کده شدم. من آشخانه به نهایت عجایب داشتیم. کمتر یک تاثیراتی گپ زنید. تاثیرات جان نه. من از شهر مدینه منوره همه وظیفه‌های جابجا کرده، همه وظیفه‌های اجرا کرده. من مکه مکرمه آمدم در شهر من مکه مکرمه در ایشب ساعت 2 تا ساعت 5 تا وقت بوده است. توافق کردم، همه وظیفه‌های اجرا کردم. من خدا ان شاء الله من همه همونات همه اشتراک ساگاه همه الله قبول کنه. رحمت. داخل من هوجه همه جندم خدمت انده ماشاءالله. من اشتهای تمام. اشتهای تمام آجی. اشتهای تمام آجا. اشتهای تمام آجی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم مخلصان عزیز، من حاجی محترم که اومدم ما با قبرستان شهدای احد. من دوملو مهتر همراهشون کتی ماشاءالله. دوملو محترم شما نظمی؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زیارتو چه خیلی برساس؟ ماشاءالله. رحمت تشکر شما
گناهشون رو رحمت انشاءالله تسلطای ناز همون پیغمبر علیه السلام جاهای همون جنگی و بودنگی اشتراک کرده صحابه های جاهاشون دیده چند قلب و بایشون Mashallah. Allah روشن روزی. من این کوهی که رسول الله گفتن که صلی الله علیه و سلم این کوه ما دوست می‌دارد و ما این کوه ها دوست می‌داریم. ماشاءالله. من این قبرستان انده 70 نفر شهید شدگی غزوه احد انده مسلمان های گرانیده شدگی. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اوجای محترم من الحمدلله روزه جایی که من آخرین جایی که زیارت میکنم من شما خیلی که گفتم 5 جای زیارتی است که هر یک حاجی که اومد مدینه منوره زیارت کند ان شاء الله سه میگیرد ثواب میگیرد. یکم مسجد نبوی قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم مسجد یعنی مسجد قبا قبرستان بقیع من این پنجمش قبرستان شهدای احد را که میرنده نشون ده دست چپتون ده دست راستتون نواجه من بینتون من همجا قبرستان شهدای احد 70 نفر شهیدایی که در غزوه احد شهید شدن همینجا آورده گورانیدگی. اینجا ده حمزه ابن ابو طالب امک رسول الله صلی الله علیه و سلم، عبدالله ابن جحش، مصعب ابن عمیر یکی از صحابه ها هر سهاشون پیش به گرانده شدگی و قفان ده تمام موندگی شهید شدگی گرانیدگی. السلام علیکم یا اهل دیار من المؤمنین والمسلمین و انا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافیه. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی قبرستان اومدن میدر اومدن السلام علیکم ای اهل دیار، یعنی سلام الله باد برای شمایان اهل قبرستانی. الله برای شما در عالم قبر تینجی امانی نصیب گرداند. الله شما از عذاب قبر یعنی سلامتی گفته قبر سلامتی یعنی از عذاب قبر سلامت نگه دارد. ان شاء الله بكم لاحقون. ان شاء الله ما هم یک روز شما که ملاقات میکنیم یعنی یک روز ما هم وفات میکنیم. از جمله شما مسلمان مردها مسلمان زنها سلام الله برای شما باد. یک روز ما هم وفات میکنیم نزد شما میبیاییم و از الله خالق یکتا پرسان هم شما یا عافیت نصیب گرداند از آتش جهنم نگه دارد. یعنی این دعا های الله تعالی این اهل قبرستان رحمت و مغفرت گردانی. حاجی محترم اینجا ده غزوه احد شدگی من اینجا ایستاده یک جایی که قبرستان شهدای احد میگن من اینجا قبرستان ان شاء الله من در حقشون دعا کردیم همچون زیارت ان شاء الله قبول شد. و کوهی که پیشتون ایستاده کوه رما پستگه گودما هست. من این کوهی که پیشتون ایستاده است من این کوه احد آنم اینجا درازش 7 کیلومتر داشتن خصلتش الله تعالی این کوه به دعا داده است. حسیات کردن این کوه ما دوست می‌دارستن و ما نیز این کوه دوست می‌داریم. غزوه جنگ بین مسلمان ها و کافرها جنگ شدگی بعد از جنگ بدر مشرکان عرب بی نهایت علم زده جنگ باید چند هزار لشکر کشیده سوی مدینه منوره میبیان. هماننده مسلمان ها این طرف میستند 3000 نفر تقریبا خطا نکنم، این طرف انده 10,000 نفر مشرکا میشینند. منم اینجا 300 نفر کتی اکریمه پسر ابو جهل میستد، اون طرف انده 300 نفر کتی خالد بن ولید اون وقت مسلمان نبود. 300 دولت 300 الا جنگ خطا نمیشن. ما بین مسلمان ها کتی ایلان مسلمان ها کافر جنگ سر میشد. مسلمان ها همچنان شدت کتی همچنان غیرت کتی جنگ میکنن که کافر میگریزد. پیش از جنگ کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم 60 نفر کمانچیه ارم کوه راما میبرورن. میگو که شما همجا برآمده ما حمایت کرده استید. میگو
حتی جنگنده ما غالب شویم و دشمنو گریخته برود یکچند غنیمه موندم اکوه نفر دوید میگون و بعد از این میگون اگر یک رفت تو جنگنده ما مغلوب شویم قش ها آمده گوشت های موید چوقی کده زده خردم اکوه نفر دوید میگون بای تیمم برمم نفر دوید میگون جنگ سر میشه همچنان مسلمان ها اخلاص کتی الله یارده میکنه جمع میکنن کفر و اترسه یک چند مرتبه زاید میگریزن برای گریختن این کوهنگ ها غنیمه های میبیند و میدود سرکرداشو میگه برادرها میگود رسول الله ما امر کرده نفر دوی محد حالت اندام بای تیمم برمم این جنگ تمام شد گفته گوش نکده فرد آمدن برای فرد آمدن خالد بن ولید 300 نفر کدم شدن استفاده بردن همون کمانچه ها ترسش دادن این با این پیش میگذرد و با پشت مسلمان ها اپش زیر کده میبیان اینها از قفا میگردن مسلمان ها میونند میمونند به نهایت جنگ کلام میشد همیننده 70 نفر صحابه شهید میشن این جمله حمزه ابن ابو طالب ابو المطلب یعنی امک رسول الله صلی الله علیه و سلم بدن نیزه کت زده و وحشی میکشد یعنی شهید شهادت به میرسونه یک چند صحابه ها مصعب ابن عمیر عبدالله ابن جحش به این های یک چند صحابه همشون شهید میشن همه خیلی میشد که شیطان علیه الله آخرش آواز میبرد که رسول الله مرد میگون مسلمان ها گویا که جان خودشان برآمد جنگ کردن نمیتونن وقتی که فهمیدن که رسول الله وفات کرد به رسول الله حیاتشون تصور نمیکردن به این نهایت تمام میشن همه‌شون که نخود که رسول الله مرد گفته همیننده صحابهایی که در نظر رسول الله بدن به این نهایت دشمن بسیار هجوم میکنه حتی سرشان ده سرپوش و آهنینشان بد خلج زده روی مبارکشان میداره روحشان پر خیم میشه رسول الله دندانشان میشکنه کلتک میخنن این جنگنده رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه ها گرفته کرله کردن همین کوه میونه کتی گرفته میبرن انا کامیرا نشون دادن همین کوه میونه کتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای کوه گرفته میبرن دشمن توتای کوه میبیاد همیننده ابو سفیان مسلمان نبود ما غالب شده میگود شما رسو گپای میزنه به این نهایت همیننده رسول الله صلی الله علیه و سلم جواب نتید میگون به این نهایت از چیگر وقتی که میگذرد حضرت عمر خسته جواب میدن الله اکبر میگون الله ما بزرگ است ای رسول الله این حق شمشیر شما سگود توش کسانش جنگ میکنی میگون ابو دجانه میگرد همچنان سیاست کرده میگرد در ضد دشمن رسول الله صلی الله علیه و سلم میگون مسلمان آدم اسلام انده این خیل که میگون اصلش لیکن ضد دشمن انده روا میگود همه خیل کده جنگ کنیم حتی توش کسانش میگود ابو دجانه جنگ میکنه بینید که یک چند شدت ها کتی جنگ کده یک چند مراتب زیاد کتی الله یاردم میکنه همیننده جنگ بس میشد دشمن ها حتی میبرند بعضی علما ها میگن که مسلمان ها مغلوب شدگی بعضی ها شما میگن که نه دشمن برفت نصف راه میرد میگود که استون میگو ما چه اومده میگود و هوی یارز که گریز آنده میگود همشه کشتن در کار میگود همشه باید از پیغمبر سر کده همشه قتل کردن در کار میگود میگردن گشته میبیان خبر میبیاد که کفر رو باز که زوی شده گشته اومد شوهای کشتن با بتون نیست میکده شوهای قتل میکده است میگود همیننده مسلمان ها سی میگون حسبنا الله و نعم الوکیل حسبنا الله و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر الله ما میگود کفایت میکند الله ما کفایت میکند میگون همه کار ما همه حالت ما بهترین وکیل ما الله میگود ما تا مردن ما جنگ میکنیم میگود یعنی جنگ به تیار میستن این خبر دشمن علیه الله نارسته میرد یعنی همه خیلی میشد که قلبشون به الله یک چیزی فتاد بازگه گشته میبرن یعنی دوخ کده یک غیرت کده اومده با مسلمان ها بازگه جنگ کردن نمیتونه برای همه علما ها میگه که بعضیشون اینها مغلوب شدگی نی